مدتی است جای صدای برش سکوت بر خط تولید حکم فرماست. سالن تولید اون با همه این ماشینالات و دستگاهی که داره متاسفانه خالی مونده و تولیدی توش نیست، نفری توش نیست، کارگری توش نیست. الان باید تمام این کارگران این وسط باشه، صدای ماشینالات بیاد، اینقدر صدا باشه که حتی صدا به صدا نرسه، ولی میبینی که متاسفانه هیچ خبری نیست. حال و روز این روزهای واحدهای تولید محصولات معدنی با ناترازی برق. کارخونه‌ای که میخواد به جای مثلا حدود 60 ساعت در هفته با 24 ساعت در هفته برق داشته باشه کار بکنه، به تبع دچار کاهش تولید خیلی شدید میشه، به نحوی که اصلا نمیتونه جوابگوی هزینه هاش باشه. همین الان که داریم با هم صحبت میکنیم برق نداریم، ما ژنراتور هم داریم ولی گازوئیل پیدا نمیکنیم. مجبور شدیم این مقدار تعدیل نیرو داشته باشیم. حالا ما فکر میکردیم فقط این مسئله تو تابستون داشته باشیم، متاسفانه تو زمستون هم الان شدیم برق به صورت یه روز در میون. میگن یه روز در میون، معلوم نیست صبح میشه بعد از ظهر میشه، اصلا هیچی رو برنامه نیست. وقتی که اطلاع نمیدن و برق ما قطع میشه، دستگاهی که زیر بار هستن، دیناماشون، اینورترشون و خازنا دچار آسیب میشن. چالشی که به گفته فعالان صنایع معدنی بر ظرفیت و هزینه‌های تولید تأثیر منفی گذاشته است. نزدیک 40% از توان تولید اون از دست دادیم. همین مسئله دو تا باعث شده، هم هزینه تولید ما رو برده بالا، همین که باعث شده ما از سفارش‌هایی که داریم عقب بیافتیم. برای کمک به تامین پایدار برق در واحدهای تولیدی قرار شد طرح‌های جبرانی اجرا شود. پیگیری‌هایی که از طریق استانداری تهران انجام شد، قرار شد با تخصیص یه زمینی به حدود 70 هکتار و با مشارکت واحدهای صنعتی و شرکت شرکای صنعتی نسبت به احداث نیروگاه خورشیدی به ظرفیت 50 مگاوات اقدام بشه. مهدی محمدزاده، خبرگزاری صدا و سیما.